بانک جهانی پس از یک تحلیل و ارزیابی وضع آویاسیون تاجیکستان به حکومت کشور مشورت داده است که شرکت هواپیمایی دولتی را خصوصی کرده بازار آویاسیون را به پررگی برای شرکت‌های بین‌المللی باز کند. نتیجه این ارزیابی هفته گذشته در یک جلسه با حضور وزیر مالیه، نمایندگان وزارت رشد اقتصاد، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، خدمات ضد انحصاری و وزارت نقلیات تاجیکستان اعلان شده است. منابع رادیو آزادی روز 29 سپتامبر گفتند که برای معرفی نتیجه ارزیابی ساحه آویاسیون در تاجیکستان، هیئت ویژه بانک جهانی در صدر کاردولا راتاگی، اقتصاددان ارشد این بانک، دایر به نقلیات و سرمتخصص دانیل ساسلافسکی به تاجیکستان آمده بودند. همصحبت رادیو آزادی گفت خصوصی گردانی شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و لیبرالیزاسیون بازار آویاسیون از مشورت‌های اساسی بانک جهانی به تاجیکستان بود. برخی از مقامداران تاجیک در معرفی خلاصه بانک جهانی اشتراک داشتند. گفتند بانک برای رشد عرصه آویاسیون چند مشورت داد ولی برای اجرای آن به تاجیکستان مبلغ جدا نمی‌کند. شیرعلی گنجلزاده، معاون وزیر نقلیات تاجیکستان که یکی از شرکت‌داران این معرفی بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت باید تحلیل وضعیت امروزه را کرده است، همچنین اکسپریناسیون کرد. می‌دانیم اکسپریناسیون کام تحلیلی هم چی را باید کردن، امروز پرزنتاسیون کردیم. اما دیگه اون کار کردیم. فقط تحلیل هم وضعیت امروزه هم سوال. برای نداره فقط اینجا یک چند ریکامنداسیون دادی که چیکار را باید اول و بعد چیکار را باید انجام برسونیم. همه ریکامنداسیون اینجا اون مبلغ خیلی چیز اونجا نیست. تو با گذار کرده تجربه جهانی را گفتم که کدام راه خیلی بهتر گفتم خیلی بتونیم داشته باشیم. شرکت‌های هواپیمایی در تاجیکستان سال‌هاست که از جانب جامعه شهروندی و مطبوعات برای گران بودن نرخ بلیط‌ها و بی‌بندوباری در اجرای پروازهایشان تنقید می‌شنوند. اخیراً شکایت مشتریان شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان از تأخیر پروازهای سامان ایر و تاجیک ایر باز بیشتر شد که هر دو در نیم مسیر پرواز در شهرهای قزاقستان فرود آمده سوزشواری می‌گیرند. در نتیجه مسافران به پروازهای من بعدشان دیر می‌کنند و برنامه سفرشان به کشورهای دیگر ویران می‌شود. در پی این شکایت ها هفته گذشته شرکت سامان ایر رسما اظهارات داد که بنابر کمبود مواد سوخت در دوشنبه هواپیماهایش مجبورند در نیم مسیر برای گرفتن سوزشواری فرود آیند و از این رو هر پرواز از دوشنبه به خارجه با 1 ساعت تأخیر انجام داده می شود. اما کارشناسان و سابقه داران آویاسیون در تاجیکستان میگویند با وجود شکایت ها شرکت های هواپیمایی در تاجیکستان طی سالهای اخیر رشد کرده پارک هواپیماهایشان را نو کردند. سهراب جورایف تجربه دار ساحه آویاسیون که سالهای طولانی مدیریت شرکت تاجیک ایر را بر عهده داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت نوابسته از انتقاد سازمان‌های بین‌المللی و شکایت مسافران شرکت‌های هواپیمایی در تاجیکستان وابسته با وضعیت سالهای اخیر دستاوردهای خوب نیز داشتند. جورایف افزود کمبود مواد سوخت که حالا شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان عین زمان با آن گرفتارند و با این سبب پروازهایشان با تأخیر انجام داده می‌شود موقتی است.